الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در آغاز صحبت از پروردگار برای هر یکی شما عزت و برکت و سعادت ابدی رو با دعا تمنا میکنم. خداوند عزوجل همیشه زیر سایه رحمتش قرار بدهد، به نظر خیر برکت نظر رحمتش نظر کند. ولی یکی از مقصدهای اساسی برنامه مستقیمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، یعنی یک اداره رسمی جمهوریوی، این است که این همه سعی و تلاش و این همه به خاطری هست که شما تمام سوالهای خود یعنی جوابی مفید و جوابی منفعتناک برای خود میگیرید. امید دارم که تمام سوالای خود را به این برنامه و به مرکز اسلامی و به برنامه یوتیوبی شورای علمای جمهوری تاجیکستان ارسال می نماید. چه واسطه یوتیوب برنامه مستقیم، چی به واسطه سایت مرکز اسلامی که شورای علما نقطه تیجی هست، یعنی با این همه ارسال می نماید و پاسخ‌ها رو برای خود کسب می نماید. خب به خاطر چی من تاکید کردم که با این مرکز در تماس باشید؟ خاطری که بسا هستند شبکه‌های خیلی تندرو میخواهند هر نقطه رو ناآرام کنند. ولی اونا از نام اسلام گپ میزنند، لیکن اگر اصلش رو پرسان شوید، تحقیق کنید، تشخیص کنید، تحلیل کنید، بسنجید، میبینید که حتی گروه‌های بدخواه هستند که به اسلام هیچ ربطی ندارند و اصلا مسلمان هم نیستند. میخواهند یک نقطه رو یا یک کشوری رو ناآرام کنند و در نتیجه به مقصدهای خود برسند. برای همین تاکید کردن منم از همین سبب است که فریفته بدخواهی نشوید. یعنی خداوند عزوجل به هر انسان عقل داده است و این عقل یکی از بهترین نعمت‌های پروردگاری هست. ولی اگر پروردگار این عقل رو به انسان نمیداد، نه حلال برای انسان، نه حلال میبود، نه حرام میبود، نه جنت میبود، نه جهنم میبود، نه این همه کتاب‌هایی که از طرف پروردگار فرستاده شد این کتاب‌ها نمیبود. پیامبرانی از بین مردم اختیار شدن این پیامبران نمیبودن. حرام و حلال و جهنم و جنت و اینها همه نمیبودن. ولی که انسان را عقل داده است، برای همین انسان باید که عقلش را دویم استفاده کند و ببیند که همون گروه‌های بدخواهی که چقدر کشورها رو ناآرام کردن، خودی همین مردم ملت فایده دیدن یا که گروه‌های بدخواه فایده دیدن؟ و ببینید که همون کشورهایی که ناآرام هستن اونو از ناآرام کردنی، یا که همون جوانایی که به فرهنگ و به تجربه و یعنی به اندیشه و کوتاه اندیشه بودن که خواستن کشور خود رو ناآرام کردن، حالا افتخار دارن یا اینکه غم در سرن، بلا در سرن، نمیدونن چیکار کنن، در یک آفت و در غم و اندوه مبتلا هستند و پشیمانند، انگشت پشیمانی میگزند، دیگر فایدهشون سودشون نمیکند. مسلمان باید دور فکر کند، مسلمان باید عقلش رو استفاده کند. ببینید قرآن زیاده از 1200 چند جا مسلمان رو میگه که عقل رو استفاده بر. افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا، یعنی همه این آیا عقل رو استفاده نمیکنید، آیا فکر نمیکنید، آیا اندیشه نمیکنید، آیا گذشته رو نمیآموزی، آیا واقعیت رو نمیسنجی، آیا تحلیل و تشخیص و دیگر نمیکنی؟ مسلمانی که گذشتهش رو نداند، تحلیل نکند، آیندهش رو ساخته نمیتواند. به خاطری که آینده این یک داشته باشد باید که گذشته‌اش رو بآموزد و آینده رو بسازد. حتی پروردگار میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ انسانی، هیچ شخصی رو، فردی رو، عائله رو، پدر و مادری رو، یا فرزندانی رو، یا که محیطی رو، یا قوم جمعی رو، یا ملت دولت و حکومتی رو، یا که ملت و کشوری رو به سعادت نمیرسوند مگر اون ملت و اون دولت و اون یعنی شخص و اون فرد و اون عائله و پدر و مادر یا چی فرزند یا چی پدر و مادر اونو سعادت خود رو بخواهند، برای سعادت خود مهنت و زحمت بکشند.
وقتی که انسان مسلمان مهنت و زحمت میکشد و برای آرامی و آبادی کشورش سعی و تلاش میکند، پروردگار یعنی اون ملت رو هیچ وقت یا اون کشور اون دولت رو هیچ وقت ناکام نمیکند. کامیابترین ملت دولت کدوم ملت دولتی هست؟ همون ملت دولتی هست که همه دست با هم میدهند، همه یکدیگر رو احترام میکنن، همه یکدیگر فهمی دارن، همه قدردانی دارن، همه متحد و اتفاق هستند و هیچ دشمنی جای قپیدن یا که جای پا گذاشتن نمیابد. قوت و پیشروی و ترقیات و کامیابی و سعادت همه ما و شما در متحدی ما و شما هست. حالا مثل سوالم اینجا هست که میگن که یعنی کشور رو دوست داشتن یا وطن رو دوست داشتن از نظر اسلام چگونه هست؟ حکمتی هست، میگه حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمانداری هست. مسلمانی باننگ آر و ناموس اون زادگاهش، وطنش، کشورش، ملتش، دولتش رو دوست می‌دارد و برای آبادی و آرامی و پیشروی و ترقیات اون وطن و کشور و از حدود عائله شروع کرده، از حدود عائله، از خانه شروع کرده تا محیط و تا وسیع‌تر وطن و کشور و این همه برای آبادی سعی و تلاش و کوشش و مهنت و زحمت بکشد. قبل از همه نیت نیک داشته باشد، قلبی صاف و پاک داشته باشد. شما دیدید انسانی رو که دائم برای ناآرامی و ناکامی و غوغا و فتنه و بخیز بچه و اینا همه ترغیب و تشویق کرده باشد، بعد او کامیاب و سعادتمند زندگی کرده باشد. برای همین وطن دوستی همین است که خود در وطنت باشی، خود بیرون از وطن، خود در کشور باشی، خود بیرون از کشور، همیشه در فکری آبادی و آرامی و آسودگی ملتت، دولتت، مردمت، قومت، جمعت، همیشه باید که در آرامی و آبادی اینا چی به سخن باشد، چی به توان باشد، چی به مال و اموال باشد، چی به فکر اندیشه باشد، چی به یعنی اندیشه های نیک باشد، برای آسودگی و آرامی و آسودگی این سرزمین و این کشور و این ملت و این دولت باید که سهمی شایسته خود را بگذارد. هیچ بدخواهی مردم هیچ وقت نه در دنیا و نه در آخرت کامیابی و سعادت رو نمی بیند. حب الوطن من الایمان یعنی همین است. مؤمنی باننگ آر و ناموس همیشه برای پیشرفتی کشورش، برای آرامی کشورش، برای آسودگی مردم کشورش، حتی قطع نظر از کی بودن اون هموطنانش، از کدام قوم و جمع و فکر و یعنی عقیده و دیگر اندیشه و دیگرش، باید سعادتی اونها رو، باید کامیابی اونها رو، آرامی اونها رو باید سعادتی دارن، یعنی دنیا و آخرتی اونها رو باید همیشه در مد اولی نظر داشته باشد. این از ننگ و ناموس و ایمانداری هست. یک مثال عادی در اسلام هست که تمام نعمت رو پروردگار میگوید که شکرش بخواد، شکری نعمت هم بگو. حالا خداوند عزوجل میگوید استعیذ بالله ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاکرا علیما. پروردگار چرا شما رو عذاب کنه؟ پروردگار شما رو عذاب نمیکنه. با کدام شرط ها و عمل ها عذاب نمیکند؟ با دو شرط، یکی ایمان، یکی عملش، یعنی که شکر نعمت. من و شما و همه اونایی که خون نافشان در این سرزمین ریختگی هست، این وطن و این کشور و این سرزمین و زادگاهش هست، مدامی که برای این یعنی شکر این رو نمیگید. شکر گفتن یعنی چی؟ خیرخواه بودن نسبت یعنی این کشور، خیرخواهی نسبت همین مردم و ملت و دولت و کشور. وقتی خیرخواه بودنی، خیرخواهی این ملت و این سرزمین و این مردم و این کشور می شود، شکر این وطنداری رو به جا میارد، شکر این نعمت رو به جا میارد. وقتی که شکر میکند این نعمت برایش با برکت میشد، برایش عزت و سعادت دنیا و آخرت میشود.
باید که خوب در مد اولی نظر این رو داشته باشیم که ما همچون مسلمان وطن خود رو باید مثل گوهرک چشم احتیاط نماییم و برای خدمت وطن و برای آرامی وطن، برای پیشروی وطن و برای ترقیات وطن، برای آزادی مردم این سرزمین باید که محنت زحمت داشته باشیم. محنت زحمت دویمی داشته باشیم.